جنابی هالدون، این رو تو کردی نوبکار؟ من چیکار کردم؟ چرا مرا میزنید؟ تو رو میکشم. مایلش، مرا کشید. با شما دست نمیبردارم. لیکن گویید چرا؟ سببگاری چپه شدنی بنا تو هستی. برای چی من سببگارم؟ آخر ستون ها برای آن که مسئله ساختمان را دزدیدی، برای همین چپه شد. مرا فریب کردی، همه را فریب کردی. نه، دروغ است. نه، اگر دروغ باشد این هم دروغ است. آیا پولهای دزدیده هم دروغ است؟ بگیر با چشمان خودت ببین. این همه دروغ است. تهمت، دروغ. اوستا خالد با سبب تو بستری شد. با سبب تو. چی خیر؟ خلیل با سبب کاری کرده تو بستری شد؟ نه اپا من نکردم. دروغ است. تو چطور با او چونین بدی رو روا دیدی؟ او تو رو همچون فرزندش دوست می داشت، اما تو چیکل با او خواهینی کردی؟ اپا این کاری من نیست. خواهینی نکردم. توف برویت. با تو لعنت باد. رزیل پلی تو با پدرم چیکار کردی؟ آرام شو. چیکار کردی؟ لعنتی تو چیکل این تو رو بستیدی؟ خواهی تو رو قصد پدرم را تو بگیرم. لازم نیست، من خودم حل میکنم. دو کیستی؟ ما رو ببخشید جناب. از پای کارتون شوید. می ارزد. برای پول ناچیز می ارزد. جناب هالدون، این زن رو با فرزندش به حجره ببرید و من کاری لازم رو اجرا میکنم. روید. جناب هالدون، من چیزی را ندزدیدم. آن بینایی مستحکم بود. همش دروغ است. قسم میخورم که دروغ است. نه یک بلکه 10 بنا چپه شود که پروانه دارم. اما تو مرا چپه کردی. نوبکار مرا چپه کردی. خیانت است کارت. به مانند مار گزیدی ایاس. به مانند مار. جنابی هالدون، وای جنابی هالدون، من هیچ کار نکردم. با من بیا. خلیل معیوب شد جنابی هالدون. بیستری شد خلیل. از مرگ هم بدتر شد. غمگین نشوید. خود را به دست گیرید. رفتیم. من دیوانه میشم. این چطور شد؟ آخر این تهمت است. وقتی من رفتم ستونها رو بریده بودم. استا خالد نشان داد. با کم کردن مسئله ساختمان دخل ندارد. ورقه بانک چیه؟ من چنین ورقه شخصی بانکی ندارم. آنها خلبکی هستند. اینها به خلبکی مانند نیستند ایاز. مبلغی از حد بسیار گذرانیده شده است. از این بر میآید که در صورت حسابی که با نام تو کشاده شده ثروت هست. این ناممکن است. من صورت حساب ندارم. چطور می شود؟ چخیل؟ سواش ایاز ایست. ایاز مان رود گل. باز یگون فلاکت نشود. پروا ندارم گل. تو جدی میگویی؟ بله. اگر تیرباران میکردم دل هالدون با ایاز اینقدر نمیسوخت. خدا با من نصیب نکنند. گفتن که قصد بیگانه ها را میگیریم. بیمان تا رود. خوش طریق کمی جسور شو. اگر کمی تو جسور شوی اجرا میکنی. اگر گفته پیچیده را اجرا نکنی تو رو میکشد. قرضت رو با دیگر راه پرداخت میکنی. چه خیلی آنه پول نمیدیم. بله.
زود طریق، زود. 2 دقیقه هم وقتت رو نمیگیرد. اگر دستگیر شوم هم چی میشود؟ آخر من طریق شنگول هستم. پدرم منو میکشد. من چه خیلی به این کار دست دادم؟ زودتر طریق. 1 2 3. این چه گپ؟ سواج! سواج! مکتب رو پورا به اختیار گیریم، در آنجا هم یاوری من میشوی. در آنجا فروشگاه هم میسازیم. البته در کار باشد میسازیم. آخر مکتب از آن خودمون است کو. این کار به من خیلی پسند اومد. ای معلم جان ببخشید، نخست از دستم لغزید. گریه کردن شرط نیست عزیزکم، یعنی این ظرف باید میشکسته است. تو سلامت باش، مهمش تو غمگین نشو. انا این رو گیرو با زمین زن بگذار بشکند. آخر معلمه با زمین زن بگذار شکند. آفرین، بسیار خوب. اپای نرگیس خوش آمدید. ببخشید که نفهمیدیم، با ایزی کمی خورسندی میکردید. همسری خانم صدیقه اکای خالد زیر بینا مونده است معلمه. چی؟ سواش در کجایی؟ سواش در کجاست؟ جنابی سواش در حجرهش نیست. بگو در کجاست؟ در حجره خانم جانان است. جنابی ایاز، التماس. جنابی ایاز. چی گپ است؟ ایاز؟ میدانم که آن بینا با سبب تو چپه شد. برخیز و جوابگریش رو به عهده گیر. آن بینا با سبب تو چپه شد. برخیز. ایاز ایستو، آرام شو. تو دخالت نکن. مان جانان، مان که جنابی ایاز دروغهایش را نقل کند. دروغگو تو هستی پلید. ایاز آرام شو، به خود بیو. یک طرفیست جانان، با سبب این استا خالد یک عمر بهوش خواب میکند. او را مرده ای زنده کرد به ناموس. دروغ میگویی. حکایه خوبی را نقل میکنی جنابی ایاز. تو به تلویزیون ها صحنه نویس که به نوشته هایت پول کار میکنی و به دزدی مجبور نخواهی شد. ها؟ ایوانی لعنتی. ایاز ایستو. جانان، در نزد من این نامرد رو حمایه میکنی ها؟ بله او رو حمایه میکنم. تو دیوانه شده ای. با بیرون برو. تا بازدید جنابی ایاز، تا بازدید. باید زود با بیمارخانه روم ازگی جان. اپای سیبل در اینجا با تو میموند، فهمیدی؟ نروید التماس. ولی باید روم عزیزم. در این خیلی لحظه های وزنی باید در بری نزدیکانمون باشیم، به آنها روحاً کمک کنیم. اپای صدیقه به من سخت احتیاج دارد. ولی من هم به شما احتیاج دارم معلمه. گوش کن، من زود میایم. تو با اپای سیبل اینجا نشسته بازی میکنی، صحبت میکنی، فهمیدی؟ همین طور نه اپای سیبل؟ البته من بازی های گوناگون رو میدونم، بازی میکنیم. انا دیدی؟ من حالا میروم و زود میایم. وقت تیر بر این میگذرد. وعده میدهید؟ البته من به تو وعده میدهم. خب این خیلی باشد من راضی. طریق؟ پدر
تو چی کار میکنی؟ در اینجا چی کار داری؟ پدر، من در اینجا شکلات مانده بودم، شما خوردید؟ با خدا که آدر شپاتی میخوری. ما در چی حوالیم، اما تو چی درد داری؟ پدر، من با بحران شکلات گرفتار شدم و اونو باید بخورم. دیوانه هستی؟ نابکار بنا چپه شده است، زیر آن انسان مانده است، اما تو باشی شکلات میگویی. با خدا که آدر بکشم. عیناً مثل مادرش است. سواش چی شد؟ تنجی است؟ ایاز با اتاقم در آمد و زورآوری کرد. برای روپوش کردن افلاسیش به من حمله کرد. اگر جانو نمی بود من رو میکشت. چی خیل؟ چرا این خیل کرد؟ اون ایاز چی خیل بینا را چپه کرده باشد و پولها را برای خود گذرانده باشد، ان همان خیل کرد. باز شرم نکرده مرا گناهگار کرد. تا حال او را حمایه میکنید؟ چی خیل؟ اکنون او را از کار نمیرانه. راندن؟ جنابی هالدون گوش کنید. ایاز این شرکت را مفلس میکنه. این آدم ماره میباشد که در عائله شما پناه یافته است. در روزهای نزدیک این آدم همه امان را مفلس خواهد کرد. او شخصی بی‌ناموس و افلاس است. ببخشید جناب، در پایان روزنامه نگاری آمده است. این از کجا پیدا شد؟ از حادثه خبردار شده است و میخواهد که بر روزنامه چنین خبر رو پخش کند. انا اکنون تمام شدیم. دفع کن. یگان درو گفته از اینجا ران. حالا با او مشغول شده نمیتوانم. رو. خوب شده است جناب. چی کار کنیم ها؟ این حالا دوام دارد. شما باید او را زود از کار رانید. در عکس حال به غارت شرکت خود شما را گناهگار خواهند کرد. آخر این کار تا غارتگری و مفلس شوی است. افسوس که جناب هالدون در مجلس مدیران اشتراک دارد و این مجلس تمام روز دوام میکند. تنها 2 دقیقه خانم. 2 ثانیه هم وقت ندارند. عذر میخواهم. باید با جناب هالدون واخورم. این مسئله بسیار مهم است. من در اینجا منتظر میشوم. لطفاً عذر میخواهم. جناب احمد، التماس به اینجا بیایید. بفرمایید خانم. برای به بیرون بردن جناب یاری میدهید؟ جناب مرحمت، برآمدگاه در این طرف. با نام من این صورت حسابی خلبکی را کیک شده است بگویید، وگرنه در نزد دادستان به جوابگری کشیده میشوید. در اینجا یگان خطا نیست جناب. من خطا شد نمیگویم. من در این بانک یگان خیل صورت حساب ندارم گفتم. شما گوش کنید. اصلا تو مرا گوش کن. به این کار دست داری یا نه نمیدانم، اما حقیقت آشکار می شود و چون حقیقت آشکار شود و تو در این کار دست داشته باشی، حیاتت را به دوزخ تبدیل می دیم. در اینجا یگان نیرنگ نیست جناب. 1 دقیقه. نگاه کنید جناب، برای کشادن صورت حساب شما عریضه نوشید و در زیر امضا هم دارید. آیا این امضا از آن شما نیست؟ این چه خیل شده است؟ ایاز، پسرم بخیز که این حجت ها رو از شرکت روان کردن تو که امضا گذاری. چی شد؟ فوری بوده است، باید که امضا کنی. مایلش بعد امضا میکنم. نه هالدون انتظار است کنی امضا گذار پسرم. با اینجا با اینجا هم تمام، با اینجا هم گذار. آفرین، اکنون خواب کن پسرم خوابی خوش. قلاب ها پرانداری خود را بسیار پسندیده است. تبریک میکنم که عملیاتی با موفقیت بود. تشکر، کاری ما همین است. صادقت باش، در جایی که با تو کاردار نیست به بلا گرفتار نشوی. به مانند چی؟ به مانند بنای جندن انشاءات که چپه شد.
میدانیم که این هالدینگ منبعی درآمدی توست. بعضی ها همین را میدانند، مخصوصا یک روزنامه‌نگار. روزنامه‌نگار؟ بله، روزنامه‌نگار. فکر میکنم که ناخواست سیرت فاش شده است. هالدون دهان شاگردش را محکم کردن نتوانسته است. اینش را نمیدانم، اما روزنامه‌نگار از پس خبر است. عاید بنای چپه شده سوالی بسیار میپرسد. شخصی میباشد که با پول خریدن نمیشود. مگر چون این شخص ها هستند؟ متاسفانه هست. مقدارشان کم است، اما بعضیشان در دنیای زندگی میکنند که حقیقت ندارند. فهمیدنش دشوار است، اما چنین آدمان هستند. شاید اما هرگاه نیش شده میتوانند. فکر میکنم که این ساحه توست. بله، این قسم دوست داشته کاری من است. قسمت تازگی. حل میکنیم. آمدم. یا توبه ایستید، آمدم. این که باشد اینقدر به طاقت است. چرا این خیل میگویید پدر؟ ایاز هیچگاه این کار را نمیکند، هیچگاه. ایاز برای شما جانش را دریغ نداشت. این شرکت را از مفلس شوی نجات داد. فراموش کردید. جانم دخترم، میدانم، اما چی؟ دیگر چیزها هم هست دخترم. چی هست؟ باز چی شود؟ آیا ایاز را نمیشناسید؟ خدمت هایی که ایاز به شما کرد چه خیلی زود فراموش کردید. ایاز، پسرم، برای چی به من این خیلی نگاه میکنی؟ این چیست؟ این چیست؟ با من بگو که این چیست؟ من از کجا دانم؟ کاغذ است آخه. دروغ نگو. تو بسیار خوب میدانی این نسخه همان کاغذ است که یک سحر مرا بیدار کرده امضا کناندی. تو با این کاغذ ها خواستی که مرا به دام افکنی. سفسطه نگو ایاز. پسرم، دومی چی؟ نخود این تاب کنم. با سوش هر دو به من دام گذاشتی. چرا از من اینقدر نفرت میکنی؟ ها؟ من به تو چی بدی کردم؟ من به تو چیکار کردم؟ بگو چرا؟ ایاز، سخنت رو دونسته بگو و به من تهمت نکن. تهمت را من نه تو کردی. تو سوش و اون کارمندی بانک چه اینقدر نقشه بی‌ناموسانه کرده توانستید؟ چرا؟ بس است. چرا بودنش را نمیدونی؟ از تو نفرت میکنم. به خانه‌ام آمده ترتیب و نظام خانه را ویران کردی. هالدون تو را دیده فرزندش را فراموش کرد. آیا نمیبینی که یک روز هم معامله‌ای که با تو کرد با فرزندی خودش نکرد؟ به مانندی مار به بین ما وارد شدی. تو راحتمون را دزدیدی. با رفتار و کرداری سختر شوهرم را فریب کردی، دخترم را فریب کردی. بعدرم همچون پشه آمده جای شدی. باز نقل کنم. برای همین با سوش نقشه کشیدید ها؟ بله، برای همین همراه با سوش نقشه کشیدیم و بسیار کاری خوب کردیم. آیا من با جانان آیله‌دار شده به ثروت صاحب شدن اجازت میدادم؟ برای خوردن حق پسرم اجازت میدادم؟ از کوه آمده میخواهی که در باغ بوده ها را رانی؟ تو خودت سزاوار شدی. بسیار خوب کردم، حتی کم کردم. کارت به جزا نمیماند خانم پیر. جزایت را میبینی. حالا میبینی. همه اتان میبینید. وقتی حقیقت آشکار شود تو هم آن سوش بیناموسم برای گریختن سوراخی میجویید. از دست چیزی که بیاید بگو. بدبخت، اکنون از خانه هم دفت شم. بدبختی بیار، گم شم. با گفته هایت یا این که به دیده هایم باور کنم. ببین همش در همین جاست. معلومات و حجت ها همه در همین جایند. اما این دیدی وقتی که من هم دیدم همین خیل شدم. باور کرده نتوانستم، اما همش همین است. چه شده باشد یا اینکه وسوسه کرده باشد.
عقلم قبول نکرد و برای همین هم آسان نیست جانان. نه، اگر این روز باشد هم باور نمی کنم. چیزی هست. کسی چی کاری کرده است. کی؟ مثلا سواش به ایاز نفرت دارد. این رو شما هم می دونید. انیق چینای رنگی کرده است. چی خیر؟ چینای رنگ کرده باشد؟ سواش پسر کلیج دهن است. پدر و پسر رو از همه خوب شما می شناسید. لبای هالدون میدونی بسرم چی بلا آمد. ایپک چی شد؟ چی شود؟ آن ایاز گفتنی جوان خانه آمده و من حمله کرد. چی؟ کای چی خیر؟ چی کار کنم؟ دشنامو تهدید کرد و حتی چی ایپک؟ حتی مرا زد. مرا باری هم نزده ای و جوانی به خانه قبول کردند. مرا زد راه بری آن شرکت میشم گفتم مرا تهدید کرد و من سخت ترسیدم. او را میکشم. چی خیل این کار را میکند؟ چی خیل بزنی من حمله میکند؟ پدر چی شد؟ ایاز به ایپک حمله کرده است. ایپک را زده است نوبکار. ای من این ساده بودنت رو دوست میدارم هالدون. با مانند خودت پسری بدبخت رو یافته ای. اما تو انتظار شو که من با آن جوان چی کار میکنم. تو انتظار شو. او را میکشم. پدر ایستید آرام شوید پدر. تویی؟ برای صحبت آمدم. پدر جانان با اتاق کاریت رو. اما پدر با اتاقت رو. باری آخر با شما صحبت کرده همه چیز را میفهمونم. باور کردن یا نکردن کاری شماست. آن بنا نه از برای کم بودنی مصالح ساختمان بلکه برای آنکه ستونهای مهمی آن بریده شده بودند چپه شد. پیش از چپه شدن با اوستا خالد ستونهای بریده را دیدیم. هر کی این بنا را چپه کرده باشد میخواهد که این جنایت را به گردن من بار کند. این یک. دویمش صورت حسابی بانکی که در بیمارخانه برای من زدید ساخته است. بله امضای من است. اما عریضه کشادن صورت حساب را سواش و خانم ایپک نوشته‌اند. یک سحر مرا بیدار کرد و جناب هالدون انتظار است گفته یک چند حجت ها را امضا کنم و من نخوانده امضا کردم. افسوس که آن کاغذ ها عریضه اوید کشادن صورت حساب با نام من بوده است. بعد به خانه رفتم. با خانم ایپک صحبت کردم. اعتراف کرد و گفت که با سواش آماده کرده است. بس از بس. نوبت بزنی من آمد. سواش را زدی بس نبود که باز به خانه رفته زنم را زده ای. چی ها میگویید؟ این دروغ است. من دست نمیبردارم. نمیتوانم. خواهم هم نمیتوانم. حیف تو ایاز. حیف آن نانی که به تو دادم. در کوچه ها یتیم مانده بودی. به خانه هم قبول کردم. در خانه از چیزی کم نبودی. تو را از پسرم بالا دانستم. در نزد پسرم و زنم تو را دایم حمایت میکردم. یتیم است، گناه است و عیب میشود گفتم. آیا من سزاوار همین بودم؟ بر عوض نیکی و رحم همین را روا دیدی. اما حقیقتت را دیدم. خیانتت را دیدم. مرا فریب کردی. دخترم را فریب کردی. برای گرفتن ثروتم دخترم را به خود جلب کردی. اگر تو را در اینجا نکشته باشم
بدان که برای نیکی بر دروغت است. از اینجا برآمده رو. تو را نه در خانه، نه در نزد دخترم و نه در شرکت ببینم. اگر ببینم به نام خدا که نابودت میکنم. دفع شو از اینجا، رانده شدی. عریضه استعفایم. با من باور هم میکردید این را میدادم. حتی دیر کردم. با قهرمانی قلیچ چشم پوشیدید و روز مرگی ساتو، روزی که ساتو شهید شد باید این را به شما میدادم، اما شما را پدر دانستم. برای همین فشار نآوردم. حالا از قلیچ ذره فرق ندارید. چخیلی که به قلیچ و پسرش زید باشم به شما هم زید هستم. آیا باز تهدیدم میکنی؟ نه، من قلیچم که شما را تهدید کنم. تنها میخواهم بگویم که در نزدم چقدر قدر دارید. دانید و طبق آن مناسبت کنید. حقیقت البته روزی آشکار می شود. باوری کامل دارم که آدمانی پدرم را کشتند و شخصانی که مادرم را کشتند البته روزی به خاک یکسان می شوند و این تهمت آشکار می شود. فهمیدید؟ ها؟ فهمیدید؟ کارهایی که در گذشته کردم از تحت دل بودند. نه برای آنکه به خانه مرا قبول کردید، بلکه برای آنکه به ناحقی دچار شده بودید. اگر امروز هم باشد آن کار را تکرار میکردم، ولی دیگر به شما باور ندارم. تمام جناب هالدون، تمام. همش همین، تا همین لحظه. خلیل، چه خیل به تو روا دیدن، چه خیل. نخود برای پول ناچیز انسان را به چنین احوال گرفتار کنند. بیاس نخود این طور کنند برای خاطر پول ناچیز. خود را به دست گیرید التماس. بینید اکای خلیل خوب است، زنده است، به نزدیک شفا مییابد. درست است، نفس میکشد، اما این احوالش نگر که به مانندی گوشتی جمع کرده شده است. او عموما گپ زده نمیتواند و با پا خسته فرزندانش را سیله کرده نمیتواند. اپا جان، شما باید نیرومند باشید، خود را از دست ندهید. مردی که به مانندی کوه بود حالا بیستری شده است و من چخیل به پا راست ایستم. آن آدم خانه‌ام را ویران کرد، خانه‌ام را ویران کردم، او را محو کرد. او خودش را نیز محو کرد. اپا جان، گمان میکنید که خدا او را به جزا میگذارد؟ تو با کدام رو به اینجا می آیی؟ تو چگونه آدم هستی؟ تو چگونه آدم هستی؟ او همین است؟ همین است، خودش است. برای دیدن کاری کرده آمده. بیا ببین، انا ببین استا خلیل را ببین. استا خلیل را ببین. با خلیل نگاه، او به این سزاوار بود. چه خیل روا دیدی؟ بگو که چه خیل روا دیدی؟ اپا این خیل نگوید. اپا نگو، مرا اپا نگو. چیزی که به خانه‌ام آمده خوردی و نوشیدی زهرت شود. چه خیل به خلیل روا دیدی؟ چه خیل روا دیدی؟ چه خیل این کار را روا دیدی؟
میتر به این کار دست زدی ها؟ هالدون، نابکار غمگین میشوم که برای خاطر این رفیقت بوزی هم نکشتی. بیا برایت یک دو گپ دارم. زن خواهرم، تو هم بیزن. شپاتی تو با من از این تهمت و ناباوری اپی صدیق سخت‌تر نمیرسد. تو هم بیزن. اوستا خلیل تو را دوست می داشت. نامت را از زبانش باری هم دور نمی کرد. جناب ایاز می گفت. جناب ایاز، آیا او سزاوار بود؟ آیا به این همه سزاوار بود؟ این همه تهمت است اپا. دروغ. بینا برای بریده شدن ستونها چپه شد. این را اوستا خلیل هم دید. با من نشان داد. همه وقت بینا چپه شد. بینا نه برای کم کردن مسئله ساختمان، بلکه برای بریده شدن ستونها فرو رفت. تو این خیل میگویی برای آن که خلیل جواب دادن نمیتواند؟ این چه اهمیت دارد؟ آخر جواب دادن نمیتواند. باز حقیقت باشد هم به خلیل چی فایده دارد؟ آیا خلیل راه گشته میتواند؟ گپ زده میتواند؟ آیا خلیل به فرزندانش رسیده میتواند؟ برای یافتن رزقش رفته میتواند؟ خلیل همین رو بگو. همینش رو بگو. حقیقت همین است مگر؟ اپا جان، اکای خلیل با خود می آید، نگاه کنید. خلیل؟ اکای خلیل؟ خدایا شکری به اندازه. اکای خلیل، کسی با من باور نمی کند. اپی صدیقه هم باور نمی کند. میگویند که بینا با سبب من چپه شد. التجا می کنم حقیقت را بگویید. این بچه هم مسئله ساختمان را دزدیده است. همین خیل گفتند. تو رو این آدم به این احوال گرفتار کرده است. این آدم باز آمده از من بخشش میپرسد. قربانت شوم. چشمانت را کشا. به این دفع شو بگو که دفع شود. کاش و جای شما من میشدم اکای خلیل. اما شما میدانید تا امروز من لقمه حرام نخوردم. این را از همه خوب شما میدانید. یگان روز حقیقت را به اپی صدیقه میگویید. میدانم که دامی آدمانی دامساز را ویران میکنید. فکری آنها مهم نیست. اما آدمانی که دوست میدارم با من باور نکردنشان مرا غضبی میکند. آن آدمانی افلاس برای منفعت های خود خون آدمانی بیگناه را ریختند. صدها را کشتند. صدها شهید شد اکای خلیل. شما صدها را میشناختید. غریب و یتیم بود. غیر از کوچه دیگر چیزی نداشت. به خاطر راهزن نشدن افسر شده خواست کاری خوب بکند، اما نگذاشتند اکای خلیل. صدها در آغوش من مرد. او را نجات دادن نتونستم اکای خلیل. شما را نیز نجات ندادم. نتوانستم اکای خلیل. نتوانستم. نجات ندادند. دانستن کسی مهم نیست. شما حقیقت را میدانید که این برایم کفایه است. اگر زبانتان این را نگوید هم میدانم که دلتان تصدیق میکند.
برایم دعا کنید اکای خالد. برایم دعا کنید. برای با آن افلاسان مبارزه بردنم برایم دعا کنید. دانم که برایم دعا میکنید، این خود کفایه است. هالدون، این ایاز چگونه انسان هستند؟ چگونه؟ گوش کن. از کوچه یافتی و رحم میکنی گفته ما خود را زیر خطر گذاریم. چطور این را شهر میدی؟ آن نابکار به سر همه بلا شد. بینا را نه تنها به سر تو، به سر من هم چپه کرد. با تو چی علاقه دارد؟ چه خیل به من چه علاقه دارد؟ علاقه بسیار دارد. احمقانه گپ نزن. در شرکت همه کی بودن رئیس حقیقی را میدانند. گوش کن، روزنامه نگاران مرا تعقیب دارند. یگان خبری برای همان مانع شونده کنند، قسم میخورم که همتان را جزا خواهم داد. به این هم راندم. کم است. دعوا کن، به دادگاه رو. حبس شود. نه، اینش از حد زیاد است. تو به من زیدیت نشون میدی ها؟ تو به من زیدیت نشون میدی ها؟ میکشمت. بس سال هاست که مرا عذاب دادی. با خونی ریزاندن مرا نیز شریک کردی. با ریزاندن خونی شهید مرا شریک کردی. بس از فهمیدی بس. تو هرچه که در دل داری نقل کن. گپ زن. آن جوانی که میخوای حبس کنی همه چیز را میداند. تو چه میگویی نابکار؟ میداند که برای خود را قهرمان اعلان کردن افسران بیگناه را بدان گرفتار کرده کشتی، اما خب کرد و برای خاطر من چیزی نگفت. تو چه میگویی نابکار؟ از عملیات چه خیل با خبر شده؟ آن کودکی که دهانش بوی شیر میکند از کجا میداند؟ پل را که برای خبر کردن تو برد، آنجا در بالای میز روزنامه نگار حجت ها را دیده است. برای حمایت کردن افسران رفت، اما آدمان تو بدام گرفتار کرده همشان را شهید کردند. همه چیز را به من نقل کرد. به نزدم آمده حسابات پرسید. اگر آدم می بودم من هم از تو حسابات می پرسیدم، اما به مانند آن کودک نبودم. کسی که این را میداند میمیره. تو باشه آن وقت آدم شده زیدیت باید نشان میدادی. این طرف گذر. بس است. کفایه است وگرنه خلطه رو پورا پورا میکنی. این ضربه ها برای کلیج بود یا این که ایاز؟ با ایاز سگ کار ندارم. باوری داری؟ هالدون سگ خواهین را پیدا کرد و من بعد کسی او را نجات داده نمیتواند. گل فهمیدم. بیا برایم که دیر شد. چه شد انقرگی؟ به مانندی سگی در زیر آب مانده میترسی ها؟ اما ترسیدن خوب است. انسان را زنده نگاه میدارد، انسان را به پا نگاه میدارد ها؟ من دشمنی جسارت هستم انقرگی. از کلیش دهن ترسیدن خوب است. بر ضد من کسی جسارت کند جسد میشود. تو دیوانه هستی، دیوانه. نه، من کی بودنم را بسیار خوب میدانم. ای انقرگی، من کلیچ دهن هستم. اگر کسی به امرم اطاعت نکند و سرکشی کند از رایل خواهم شد. میکشم. کلیچ نکن. خاموش شو وگر نمیمیری. حالا باشد نفس هم نکش. فهمیدی؟
این چی بود؟ پدرم صدای تپانچه بود؟ چی شد؟ شیخل وارد شدن تیر را حس کردی؟ ما رو پراندی. بله تو را پراندم، اما انقرگی نترس، نمیمیری. اگر در دستم سلاح باشد بدان که دستم اسباب فیلم برداری است و هر جزءت را از نظر خواهم گذراند. تیر از بری رگت گذشته و جای سرگوشتت جایگیر شده است. فهمیدی؟ جای ترس ندارد. بیمان تا که من بر این انسان اینقدرش را بدانم که از کجا در آمده، از کجا میبراید. پدر کلیچ پدرم رو پروندم. داد نزن، جای داد زدن نیست. تنها خون میریزد و اگر بالایش را پخت کنی در دوام 10 دقیقه شخ میشود و بیمارخانه هم رفتن لازم نیست. اما اگر آن ایاز حبس نشود، این تیر از این سو در آمده از آن سو میبراید. فهمیدی؟ فهمیدم. پدر بین، همشیره هایت هم می آید. گفته هایم را فراموش نکن. پدر جان، پدر هلدون، پدر جان چی شد؟ او شما چی کار کرد پدر؟ هیچ گپ نیست دخترم، هیچ گپ نیست. خیلی هیچ گپ نه، آخر خون می رود. دخترم ایست دخترم، آرام شو. یک طرفی است. پدرت رو فراموش کردی دخترم. جانا نیست. ایست. پدر خوب هستی؟ دادرم مه اینها رو بگیرو. مادرت رو مجبور کن که خورد. تمام روز هیچ چیز نخورده است. تشکر اپا. اکای خلیل، میدانم که شفا مییابی. خدا خواهد. خدا بزرگ است. شما به خود می آید. اپا جان، من اکنون باید روم. مایلش ازگی خودش تنهاست، میدانید. فهمو دخترم، خدا از تو راضی باشد. خدا از شما هم راضی باشد. پخش کن دخترم، پخش کن. ای هلدون، چرا این خیل شد؟ آخر کلیچ تو رو دوست میداشت. احمقانه گم نزنی پیک. آن به ناموس برای چی مرا دوست دارد؟ همراه میخوردید، میگشتید. آخر من همین خیل فهمیدم. با پلیس خبر نمیدهیم؟ پلیسی چی دخترم؟ آیا پلیس با آنها برابر شده میتواند؟ اینجا شهر بی دروازه است. شما رو پرونده آزادانه میگردد. با این چشم میپوشیم. چی کار هم میکردیم؟ زمان آنها است. سرخور شده است. یگان کس نه دور شو میگوید، نه یک طرفی است میگوید. ترتیب و انتظام از آن آنهاست. گوش کن، امروز در اینجا یگان حادثه رخ نداد. فهمیدید؟ شما باشید چیزی را ندیدید. اکنون روید، مرا تنها گذارید. اما پدر. رو دخترم، رو. خدا شفا. پیک. کاش که آنجا می ایستادی. کاش که نرفته مرا می شنویدی. کاش که گفتم می توانستم که تو را دوست می دارم. ایاز، دلی من با نگاهی اول به تو گرم شد. من تو را دائما دوست می داشتم. خواستم که دور باشم، اما دور شدن نتوانستم. تو هم از من روی گرداندی جانا. تو هم مرا تنها گذاشتی. آخر هر چی هم شود از هم جدا نمی شدیم کن. خدایا کمک کن.
айази ту дигар нашудааст ҷонон. қасам мехӯрам. ҷонам зарраи қадр надорад, аммо ба он зоти пок қасам мехӯрам ки ман дузд нестам, қотил тамоман нестам. худованд медонад. хайрият ки худо аст. ӯ ҳақиқатро медонад. ки инҷи аст? дуздида барои харҷ кардан ба таътил меравӣ? аяз, бояд ту ба ин хона намеомадӣ. ту аз они кӯча будӣ ва бояд ба ин ҷо намеомадӣ. ҳалдун ва ҷононро фиреб карда соҳиби сарват шуданӣ будӣ, а? фарзанда, хатои бузург кардӣ. ҳангоми лозимӣ чӣ кор карда тавонистанамро ба ҳисоб нагирифтӣ. худатро таъриф накун. ман мисли ту ҳисоби китоб намекунам. аммо як чизро медонам ки дар охир ҳамаи мо ба сӯи худо бармегардем. инро низ донӣ хуб мешавад. ист ҳоло. дар даруни он борхалта чӣ мондӣ? либосҳоям. либосҳои чӣ? ту паноҳҷӯ ва тайёрхӯр ҳастӣ. ту дорои либос шуда наметавонӣ. аз ин ҷо партов ҳам бурда наметавонӣ. бимон, бимон! акнун ба ҷои сазовор будаат, яъне ба кӯча, ба партовгоҳ баргард. чун ин ҷойро танҳо дар хобат хоҳӣ дид. дафт шав аз ин ҷо. меравам. медонам. ҳамаи суханат ҳамин аст? не, танҳо як чиз ҳаст. ту ҳақ будаӣ. дар ин ҷо шабе ки бароят гиря кардам, ба ман шахсеро нишон додӣ ки аз олами дигар буд. ту ҳақ будаӣ. он вақт нахостам ки бифаҳмам, аммо ҳоло бошад бисёр хуб фаҳмидам. худо ҳофиз аяз. Aşan bilir karnıdan ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını,
gülün ardını, gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Selvinin dalları boyundan uzun, yavrular gözümde bir salkım üzüm. Ölmeden görseydi aman 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 aman, o yari gözüm, o yari gözüm. Koyun kuzu kurban aman aman. Haldon Haldон ба чунон ифлосе гирифтор шуд ки малоикаҳо биоятам ӯро халос карда наметавонад. ба болои он рӯзноманигореро равон кардам ки агар ҳотами той бошад ҳам ӯро харида наметавонад. маҳв шуд зӯҳро. ҳоло исту акнун ба ӯ чунон нерангӣ мекунам ки ҷони боқӣ мондаашам мебарояд. чӣ хел яъне? як одами уғур ба ман оиди ҷандан ҳолдинг ҳуҷҷатеро дода буд. он вақт бо ин машғул нашуда будам. фикрам дар дигар кор буд. аммо баъдан ҳуҷҷатро аз назар гузарондам ва як нақшаеро тартиб додам. бояд бисёртар замин харем зӯҳро. заминҳое ки ту дорӣ аз инам бисёртар дошта бошем. заминҳои ман? бале ҳаётам, заминҳое ки дар номи ту қайд кардаам. фаҳмо, аммо ман онҳоро фурӯхтам. чӣ? фурӯхтӣ? чӣ хел фурӯхтӣ? ту худат фурӯш гуфтӣ. заминро фурӯхта ба пули нақд табдил деҳ ки ба хориҷа меравем, нагуфтӣ? гуфтам. ҳай худо, дуруст аст. ин хел бошад ҳамашро фурӯхтӣ? афсӯс ки ҳа, саросима кардӣ. бисёре аз онҳо бо нархи арзон фурӯхта шуд. сабабгори ин ҳама уғури беақл аст. бубин ки ба он беақл бовар кардам чӣ қадар хато кардам. қодир. ин тавр бошад заминҳоро ки харид? печели гуфтани шахс. печели? марҳамат, боз ба наздам баромад. печели? ин печели касе ки набошад ҳам агар шинос шавам бисёр хуб мешавад. шояд печелиро ба худ ҷалб мекунам. зӯҳро, чӣ фикр дорӣ? бале, аз он уғури беақл ягон фоида нест. офарин қодир, офарин. албатта ана ҳамин хел агар печелиро ба худ наздик кунам ба қӯла мебароям, ба қӯлаи баландтарин мебароям. зӯҳро, чӣ фикр дорӣ? бисёр хуб аст. کم است. دعوا کن به دادگاه کن، حبس شود.
افجار شعبه پلیس، شما را گوش میکنیم. نه، کرده نمیتوانم. به ایاز این را کرده نمیتوانم. پسر حمزه است. نه، کرده نمیتوانم. نمیتوانم. نه خلیج، نمیتوانم. من نرا بچه احوال گرفتار کردی به ناموس. اما اگر آن ایاز حبس نشود، این تیر از این سو در آمده از آن سو میبراید. فهمیدی؟ روزنامه‌نگار همین است. کسی را بیدار نکرده پرسجو کن، یا با زوری یا با زر. تو این را فهمیدی؟ بدان که رحم کردن نیست. اطاعت. اینجا بیا روزنامه‌نگار اجر. راگرد. مرحمت. میخواهم با مدیر کل واخورم. حالا مساعد نیستند. آیدی چی واخوردن میخواهید میگفتید؟ آیدی باد و هوا. برای واخوردن نامتون رو قید کنم؟ وقتی که مساعد شدن به شما زنگ میزنیم. البته، اما لطفا نامم رو شما نویسید. نویس. نامم کلیچ، نسبم دهن، یعنی گنرال پالکونیک کلیچ دهن. عذر میخواهم، زود خبر میدهم. اینها حجت های منند. به یگان کم بودی. این کلیدی ماشین. این باشد ساعتی شماست. این را بگیر. این را به تو داده بدم. این ساعتی است که بار اول پدرم به من داده بود. پدری کم بغلم سالها پول جمع کرده است که با برابری خط کردنم به من ساعت خرد. روزی که دیپلم را گرفتم این را به من داده بود. ساعت قیمتترین همان زمان است. تو هم پسری من به شمار می روی. اگر مرا همچون پدر دانی میخوام این را به تو دهم.
не падари ман нест. падари ман мурдааст. падари ман кушта шуд. ё пулро гирифта ин хабарро нашр мекунӣ ё ин ки ҳозир туро паронда бо ин пул бароят тобути хушрӯ месазам. интихоб аз они туст, рӯзноманигор. рӯзноманигор аҷар. одами ҳолдинг бинои худро чапа кард. бинои навсохтаи ҷандан ҳолдинг ки чапа шуд, сабабгораш одами сака иншоот будааст. қайд карда шуд ки ин одам вакили роҳбари ҷандан ҳолдинг Аяз Шенгул аст. исбот шуд ки Шенгул сутунҳои биноро бурида чапа кардааст. ин дуруст нест, дурӯғ аст. ман асли ин корро медонам. ту чӣ медонӣ, нобакор? ту чӣ медонӣ? чанд муддат аст ки ман ин ширкатро назорат мекунам. Аяз Шенгул ин корро нахоҳад кард ва ба сака иншоот дахл надорад. агар бошад ҳам ман бо пул хабар нашр намекунам. ту чаро аз рӯзноманигороне ки дар гулугоҳ вилла доранд хабар надорӣ? фикр мекунӣ ки онҳо танҳо бо маошашон он вилларо мехаранд? онҳо ба ман дахл надоранд. ман худамро медонам. ба касбам эҳтиром дорам. ва оё ту ҳаёти рӯзноманигоронро наҷот медиҳӣ? қалами муваффақ ягон ҳикояи бофтаро менависед ва қалам номусатон мешавад. шикан, аммо нафурӯш. аз ҳама силоҳи пурқувват аст. ке ба инҳо бовар мекунад? ке бовар мекунад? бубин, силоҳи ҳақиқӣ ана ин аст. вақте ки ба баданат мерасад, туро ба дунёи дигар мебарад. бо баробари пахш кардани фишанг на қалам мемонад ва на номус. фаҳмидӣ? акнун ба ман бигӯ ки хабари хоҳишкардаи маро пахш мекунӣ ё ин ки ман фишангро пахш кунам? ки пахш мекунад, ту ё ман? парон наиз парон. гӯшти на ҳар парранда хӯрда мешавад ва бо пул на ҳар одамро харида мешавад. парон. имрӯз ба коргарӣ ваколат додам. замини ба номи ман қайдшударо ба ширкат номнавис мекунад. шахсе ки маро дар дуздӣ гунаҳгор кард, аз ӯ хасе ҳам намегирам. шахсе ки заҳрро ба асал омехта медиҳад, ба ӯ салом ҳам намедиҳам. کاری آن روزنامه‌نگار را قطع می‌کنیم. زود. و خبری خواهش کرده من نشر خواهد شد. آن روزنامه‌نگار ستون این روزنامه است و این روزنامه دولتی نیست. شما خطا کردید گنرال. امین هستی؟ بله، امینم. قرار آخرینت این است؟ بله. بله؟ احسن. پسند آمد. ممکن است یک مراتب زنگ زنم؟ نتیجه؟ منفی است. چیپته‌اش را گرفتم. به سیاحت روان کن. تلفن را خاموش نکن. بیهوده کوشش نکن. آن خبر را نشر نمی‌کنم. مایلش بچه، مایلش. آرام شو. آدمی مستحکم بوده ای. خواطر نشو. پس از 20 ثانیه آزاد خواهی شد.
دیدی؟ قلم شکست. مدیر روزنامه‌نگار از 2 ثانیه پیشتر استعفا داد. برای پخش نکردن این خبر یگان بهانه ندادیم. و روزنامه‌نگار چیکار کردید؟ هیچ چیز نکردیم. به سیاحت رفت. سیاحتی دور و دراز. تو خود را کی میشماری؟ بسیار خنده‌آور هستی مدیر. من صاحب نوی این روزنامه هستم و رئیس تو هم. سخن آخرینم همین است. خدا به همه ما مرحمت کند. دیگر یگان گپ ندارم. آیاز شنگل تو هستی؟ بله منم. در حق شما شکایت است. آید خلابی و تشبس به آدم کشی است. چی؟ کی شکایت کرده است؟ چی خیل؟ شما شکایت کردید؟ شما رفتیم. مایلش میرویم. خدا بزرگ است. میرویم. میرویم. Ayaz. مسئله اونجات یعنی خانم پیچلی همه جا رو جستجو کردم اما نیافتم و پدرم منو سرزنش کرد. اما اونجات نیست. از من دیگر چیز رو خواهش میکرده دیلتیموس. دیگرش نمیشود. باید گفتم رو اجرا میکردی. بین حیاتت و مزار تنها آن حجت است جوان. بشیر لبای با قرض این جوان 3-0 اضافه کنید. چی؟ هر وقتی که با دست خالی آمد 3-0 اضافه کنید. اما این بی‌عدالتی است. دمت را گیر. در نزد من آید حق و حقوق بحث نکن. اگر زنده ماندن خواهی گفتم را اجرا کن. انتظار شو. واقعی دارد. در درون بشین. ما تراجق میزنیم. مرحمت. خوب. فهمو میارم. وعده میدم که میارم. وقتی بسیار نداری و من نغمه رو دوست نمیدارم. با من نیرنگ بازی نکن وگرنه پشیمان میشوی. خوب شد است. قسم میخورم که حجت رو میارم. با بیرون برو. او را برید. رئیس صاحب سکه انشاءات قادر قشچی آمد.
башир фаҳмо падар аз аяз ба полис ки хабар дод шумо хабар додед дар ҳаққи шумо таърифҳоро бисёр шунидам, махсусан хоҳиши маҳкам кардани ҷандан ҳолдинг доштанатон ва гирифтани заминҳояш дар ҳама ҷо паҳн шудааст. на он қадар муҳим аст паҳн кунанд. гӯш кунед, рақиби бузурги ҷандан ҳолдинг яъне моем. агар бо шумо ҳамкорӣ кунем ҳолдунро аз бозор дур месозем ва на танҳо заминро балки тендерҳои шоҳроҳро низ аз дасташ гирифта метавонем. бисёр ҳаяҷонбахш. бале, ин бисёр ҳаяҷонбахш аст. агар пешниҳодамро қабул кунед касе ба мо баробар шуда наметавонад. ягон кас ҳамроҳ табаддулот ҳам карда метавонем. ман оиди ин бояд каме фикр кунам. хабарро ба шумо мерасонем. метавонед равед. ташаккури зиёд хонам. ҳоло мебинед ки ҳамроҳ қувваи бузург мешавем. ба кӯлаи баландтарин мебароем. мо рақами як мешавем. бо иҷозати шумо, бо эҳтиром хонам. мебинем қодир, туро низ мебинем. аввал ба амният бояд наравем. ҳамин хел аст, аммо кори ту махсус аст. думи касеро паш кардае ки ҷонаш дард кардааст. агар дасти киҳо буданашро медонистӣ, ба чӣ гирифтор шуданатро хубтар мефаҳмидӣ. оиди ту тамоми корҳо ба анҷом расидааст ва боварии комил дорам ки қарор ҳам додаам. заррае шанс надорӣ. шумо чаро ин корро кардед падар? ҳоло ягон далели аниқ нест чаро аязро дастгир кунондед. чаро шумо ин қадар золим шудаед? золим манам ё шахсе ки ин шом маро захмӣ карда? кош бо парондан қонеъ мешуд. бо ин гапатон чӣ гуфтанед? оё ҳамин хел давом медиҳад? киличдаҳан амр медиҳад ва шумо бошед иҷро мекунед ҳамин хел? духтарам, фарзандам, қурбонат шавам, маро гӯш кун. ин роҳи қафо гаштанро надорад. он қатора барвақт гузашта рафт. чӣ хеле ки ту барои қилич аз баҳри дӯстдоштаат аяз гузаштӣ, ман ҳам ба хотири шумо аз аяз даст кашидам. дар натиҷаи пешниҳоди далелҳои мақомот барои аз назар гузаронидани ҳуҷҷат додгоҳ дар рӯзи дигар монда мешавад ва дар ин муддат шахси гунаҳкор дастгир ва ҳабс шуданашро додгоҳи генералии Туркия қарор медиҳад. Bayramdan bayrama
çığlık sözler. Kimine annesi ağlar, kimine kızlar. Kimine annesi ağlar, kimine kızlar. Böyle de düşkün zindana, yana yana. این کی باشد؟ با او مشغول شدی؟ با کی؟ با کی میشد؟ با خانم نسترن. چند روز میشود که آن زن گم شده است. ها، نسترن. آدم هایم جستجو دارم. تو خاطر نشو. شاید از یگانجا پیدا شود. تو این و آن را یک سو گذارو. امروز مجلسی مهم را گذراندم. اگر آن کار اجرا شود، کسی با ما برابر شدن نمیتواند. کی؟ کاری چی؟ با پیچلی با خوردم. اوه، در حقیقت؟ بله. و با او همکاری را پیشنهاد کردم. قوه هایمان را متحد کرده بر ضد هالدون تبدلات کنیم گفتم. چگونه شخص است؟ در حقیقت پیچلی است؟ بله، پیچلی است. با بالای این باز در قفای تور میستد. دیوانه است چی؟ شاید میخواد که نامش را مشهور کرده شهرتش را پهن نماید. اما من آن زن را معقول نکردم. اگر معقول میکردی چشمانت را میکندم. نخواد این خیل شود جانم. آخر دنیا در یک طرف باشد، تو باشی در طرف دیگر. ها، البته. گوش کن جانم. آن زن پیچیلی پیشنهادم را قبول و خواهشم را اجرا کند، پس از به مقصد رسیدنم او را از بازی بیرون خواهم کرد. فرنجیش را کشیده به سرش میزنم. به فکرم بینور است، وگرنه برای چه فرنجی میپوشد؟ شخصی است که با دین و ایمان کار ندارد. زیباگی باشد با مانند تو باید معلوم باشد. همین طور نیست حیاتم؟ ها؟ شما مردها. در آنجا کیست؟ خبر شنیدی؟ کدام خبر را؟ آدمان هالدون ایاز شنگول را حبس کردند.
сабабаш қалобӣ ва одамкушӣ будааст. бисёр хуб, ҷояшро пайдо кардааст. ин хабару шунида ҳайрон нашудӣ? мин баъд аз қафои ӯ нахоҳам рафт. аҳамият ҳам надорад. ту бо онҳо чӣ кор мекунӣ? ҳеҷ. ба иқтисодиёт шавқ пайдо кардӣ? не. тартиботе ки мубориза мебарем мехоҳам ки идоракунандаҳояшро пайдо кунам ва килиш лухта ки кадоме аз инҳост мехоҳам ки бифаҳмам. хато кардем гул. бо шоху барг машғул шудем. бо пиёдаву лухтакҳо мубориза бурдем. аз ҳама муҳимаш бояд решаи тартиботро пайдо кард. бифаҳмем ки кӣ ин тартиботро идора мекунад. пул ба монанди об аст гул ва решаро таъмин мекунад. дарёҳои калонтарин андар зери замин мегузаранд. то он дарёҳоро пайдо накунем, решаро хушк кардан наметавонем. яъне бо аяз ё дигарон машғул шудан маъное надорад. охир ӯ низ лухтак аст. агар ба даст гирад ва дасташ ба дард ояд, аввал мепартояд. онҳо низ ҳамин хеланд ва ин интихоби онҳост. мо бошем аз паси кори худ мешавем. корамон чист? пул. бояд пул пайдо кунем гул. агар пул набошад ин одамонро мағлуб карда наметавонем. оё ёфтани пул ин қадар осон аст? дар сарат чӣ фикр? Bir fırtına tuttu bizi deryaya gardı. O bizi kavuşmalarımız ayarı шумо кори дуруст кардед, хавотир нашавед. бояд аязро барвақттар хабар медодед. ман инро ба шумо гуфтанӣ будам, аммо шарм кардам. фикр кардам ки хато мефаҳмед. ӯро ба ҳабс равона кардани шумо роҳи дурусттарин аст. барои ояндаи ширкат аз ҳама роҳи беҳтарин ҳамин аст. خوش بچه ها برخیزید برای شمار اینجا را خالی کنید. زودتر زودتر. як лаҳза, йигитро надидӣ? توبه توبه. از طرف چپ نامهایتان را گویید. Sametgin Doğdu, Haluk Atalay, Mehmet Altıntop, Osman Taş, İbrahim Okumuş, Mustafa Gündoğdu, Olcay Kararslan, İbrahim Tuncay, Eyüp Başkirişçi, Kaya Arımak, Musracı, Emre Aktepe.
چی؟ نامت چیست؟ نامت؟ ایاز. نسبت چی؟ تو ایاز گونیول نیستی؟ شنگول. ایاز شنگول. Ahmet Erdoğan. وقت به آخر رسید. به درون درآید. наҷом ва тиллоҳоро ба ин андоз. андоз гуфтам. این کجا شده باشد؟ کفایه خفا رو. شما رو آتش میزنم گفته بودم. اکنون سوزید. کنه خوردی؟ بیا به نزدی آتشان ایستاده کمی گرم شو. روزهای اول همین خیلی دشوار میگذرد، اما بعدا عادت خواهی کرد. چنان عادت میکنی که پس از آزاد شدنت به مانند ماهی از آب برآمده میشوی. بین هم بسیاری ها از اینجا برآمده باز برمیگردند. بیهوده اینجا را جای دمگیری نمیگویند و کسی پناهگاه و دیگر جای جزا و به بعضی ها باشد مدرسه یوسفی است. یگان روز هم میفهمی و آن وقت به چی بودنش قرار خواهی داد. تا آن وقت اسیان کردنت مقرری است. خیر. آشیانه یکم رقم 103.
کار تازه شد خانم پیچلی. باید میدیدید که من به مانند جیمز باند بودم. یکی میآید دیگری میرود، یکی میآید دیگری میرود. برای این حجت بسیار خطرها رو پس سر کردم. گرفتن این حجت ذره آسان نشد، اما من شخصی می باشم که کارهای دشوار رو اجرا میکنم. حالا باشد من به وعده‌ام وفا کردم. اکنون نوبت شما. سندم را دید. سند رو بده. با من دید بشیر جان. ایست. چی گپ است؟ باز با اول برگشتیم. آخر شما به من وعده داده بودید. حجت را آوردم. باز چی میخواهید؟ بله. پدری خودت رو فریب کردی. برای این که میباشد هم باید شرم میداشتی. ندانم. این چه خیل میشود؟ اجرا کن گفتید اجرا کردم. بله. اما این نصفی خواهشی کرده من بود. با تو یک کار دیگر میفرمایم. بعدا سندت رو گرفته میروی. باز چه کار است؟ حجتی که به من دادی به جایش این رو میگذاری. اوف اوف باز حجت است. به پیچلی اعتراض نکن. مایلش من این حجت رو به جایش میگذارم، اما این بار آخر است. دفعه آینده سندم را میگیرم. این بار آخر است. مایلش این طور باشد من میروم. او را برید. با پدرش باید رحم کرد که این خیلی پسر احمق دارد. اما من بد رحم کردن نیست. به حالدون باشد هیچگاه. من تنها به دخترم مرحمت دارم. برای دیگری رحم نیست. باید همه چیز به مانند ساعت کار کنند. آن ایاز شنگول نباید از درون زنده براید. خواه گلو گیر کنند یا اینکه خودکشی کرد گویند و اگر خواهند سوزن زنند. فهمیدی؟ آن شخص از آنجا نباید زنده براید. تشویش نکشید. با مانند پرنده در قفس تنها خواهد ماند. بسیار خوب. هر دقیقه رو یک به یک به من نقل کنید. وقتی که کار به آخر رسید به من خبر دهید. ای خدا، ایاز رو در محبس میکشند. باید به فرهاد خبر دهم. فکر کردم که شاید به نزد شما رفته است، اما که صراف. فهمیدم. اگر فرهاد بیاید به من حتما خبر دهید. در پناه خدا باشید. با تلفن جواب ده فرهاد، جواب ده. سلاحت را گذاشته تسلیم شو. سرداری کلان شعبه پلیس گوش میکند. خواستم که خبری دزدی را به شما گویم. در دکان زرگر دزدی شده است. جای دزد را میدانم. ایاز را حبس کردیم اما این کفایه نیست. برای دهانش آوان نکردن باید نفس کشیش را قطع کنانیم و این وظیفه به عهده توست. این کار را حل کن.
ба телефонат ҷавоб деҳ, Фарҳод, ҷавоб деҳ. ба ғайр аз ту дигар касе ӯро наҷот дода наметавонад. додаратро дар куҷои ту эй одам? додаратро мекушанд, аммо ту дар куҷоӣ? ту дар куҷоӣ? ман ба ин роҳ намедиҳам. ин дафъа ба ӯ бовар карда метавонем? азодаи кор баромада метавонад? дар вақташ шубҳа карда будем, аммо вазифаи охиронашро бо муваффақият иҷро кард. ба фикрам иҷро мекунад. шумо бидонед ки Аяз Шенгул мурдааст. мебинем. Аяз Шенгул барои хабаргирият омаданд. ҷонон, лабай ту ту дар маҳбасам ба наздам омадӣ. гӯш кун, агар барои Ҷандан Холдинг ба ёрӣ омада бошӣ, хатои бузург мекунӣ. ман истеъфо додам. мин баъд на ҳалдун муҳим аст, на қодири парранда. агар онҳоро нақл карда мебошӣ, наранҷ. ман кор дорам. эй, маро гӯш кун. барои онҳо не, ин дафъа барои ҳаёти ту омадам. туро инҷо барои куштан ҳабс карданд. дар он касе туро кушта нест. нақшаашон ҳамин аст. ки маро кушта нест? намедонам. кӣ буданашро намедонам. шахси номаълуме. бо диққат бош ва ба касе бовар накун. фаҳмидӣ? Yanıyor gazlar,